میرسیم به اثبات های درس سوم. اثبات شماره 11 و اثبات شماره 12 مسائلی هستن که صفحه 45 اومده بچه ها. مثال صفحه 45 گفته با رعدهای قرآنی حتما آشنا هستید. در نمونه از آنها دو لایه چوبی آن از وسط یکدیگر گذشته است. یعنی اگه شکلش رو بخوایم ببینیم به صورت ساده شده، اینجا شکل براتون کشیده، داره میگه این چوب AB وسط نصف شده، چوب AC وسط نصف شده، یعنی AO مساوی است با OB، OC هم مساوی است با OD. دقیقا وسط هم دیگه رد شدن. پرسیده چرا؟ چون خودش گفته دیگه، خود مسئله به ما گفته که اینها دو لایه چوبی هستن که از وسط یکدیگر گذاشتن. دلیلش این میشه. حالا ما گفته باید اثبات کنیم که دو لبه کناریشون فاصلهشون از همدیگه به یک اندازن، یعنی این دو تا خطی که کشیده با هم برابر هستن. فرضش رو برامون نوشته دیگه. فرضمون چی بودش؟ او آب اینجا نامگذاری کرده دیگه، راحت طبیعی اینجا ببینیم او آ و او بی برابرن او سی و او دی. حکم مسئله‌مون چیه؟ میخوایم ثابت کنیم که ای دی مساوی است با سی بی. حالا چجوری اثبات کنیم؟ روند اثباتمون این هستش که اگه ثابت کنیم این دوتا مثلث هم نهشتن، اون وقت از نظیر به نظیر هم با هم دیگه برابر میشه. بریم هر چیزی که میبینیم تو این دوتا مثلث برابرن رو بنویسیم. ما میدونیم او آ با او بی برابره. ضلع او آ مساوی با ضلع او بی. چون خود مسئله گفته دیگه این چوب هایی که رحل قرآنی رو درست میکنن از وسط همدیگر رو نصف کردن و اوسی هم به همین دلیل با اودی برابره. دیگه چی میدونیم بچه؟ او یک و او دو متقابل به رأسن و ما ثابت کردیم که زاویه های متقابل به رأس با همدیگه برابرن. پس به حالت دو تا ضلع و زاویه بین، این ضلع با این ضلع، این یکی ضلع هم با این ضلع برابر، زاویه بینشون هم با هم برابر شدش. پس به حالت ضلع زاویه ضلع مثلث های او آدی هم نهشت است با او بی سی. حالا چون این دوتا مثلث هم نوشتن نتیجه میگیریم که ضلع های نظیر به نظیر هم با هم برابرن، یعنی ضلع عادی با ضلع سی دی برابره. خود کتاب اینجا براتون نوشته بوده ولی من پاک کردم که خودم بنویسم که بهتر متوجه بشید. اثبات شماره 12 فعالیت این صفحه هستش. میگه که در نزدیکی منزل ترانه و شهرزاد بوستانی هست که در آن یک پل فلزی به شکل نیم دایره وجود دارد. بچه‌ها برای بازی از پله های آن بالا می روند. می دانیم که فاصله ابتدای پل یعنی نقطه آ از انتهای پل یعنی نقطه بی 10 متر. اینجا 10 متر. ترانه رو پله سی نشسته که از انتهای پل 6 متر فاصله داره، یعنی بی سی ترانه اینجا نشسته، بی سی 6 متره. و شهرزاد روی پله دی نشسته که از ابتدای پله همینقدر فاصله داره، یعنی اندازه عادی هم برابر با 6 متره. حالا چی کار میخوام بکنن این دو نفر؟ میخوام بگن که فاصله شون از پایه های مقابل به یک اندازه است. یعنی میخوان ثابت کنن که توی این شکل اگه بخوایم دقت کنیم آسی و دیبی به یک اندازه است. بریم مثالات رو روی این شکلی که ساده تر شده بنویسیم. به ما گفتش که عادی برابر با 6، سی بی هم برابر با 6. میخوایم ثابت کنیم که دی بی و سی آ با هم برابرن. حالا تو قسمت پایین تر یه سری سوال از ما پرسیده. من اول به این سوال جواب میدم، بعدش اینو اثبات میکنم. به ما گفته که نشان دهید زاویه های سی و زاویه های دی در شکل قائمن. برگردیم به این شکل، زاویه سی و زاویه دی رو نگاه کنیم. بچه‌ها یه نکته ای رو ما از سال گذشته یاد گرفته بودیم به نام زاویه های محاطی. زاویه محاطی زاویه‌ای که رأسش روی دایره باشه. زاویه که رأسش روی دایره باشه میشه زاویه محاطی. پس زاویه دی زاویه محاطی، زاویه سی هم یه زاویه محاطی. اگه این ادامه بدیم یه دایره کامل میشه دیگه. حالا من یه کمی این براتون رسم کنم، یه دایره کامله. خب رأسش روی دایره است، پس زاویه محاطیه.
زاویه های محاطی بچه ها نصف کمان روبرو بهش بودن. کل دایره‌مون 360 درجه است. پس این کمان آبی که اینجا میبینیم چند درجه است؟ 180 درجه. نصف دایره میشه 180 درجه. روبرو به کمان زاویه C روبرو به کمان آبی. کمان آبی 180 درجه است، پس اندازه زاویه C میشه 90 درجه. همینطور زاویه دی. بچه اگر زاویه دی رو نگاه کنیم چون رأسش روی دایره است، به خاطر همین یک زاویه محاطیه. اندازه زاویه محاطی نصف کمان روبرو بهشه و کمان روبرو به زاویه دی هم 180 درجه است. بنابراین زاویه دی 90 درجه است. کلا این نکته رو داشتیم. حالا من اینجا براتون بنویسم جهت یادآوری. نکته: اندازه زاویه محاطی رو به بچه این قطرمونه، قطر برابر 90 درجه است. علت چیه؟ چون وقتی روبرو به قطره کمان روبرو بهش 180 درجه است و زاویه محاطی هم نصف کمان روبرو بهشه. بنابراین اندازه زاویه C و اندازه زاویه D میشن 90 درجه است. درجه که علتشون همین میشه. خب دیگه چی پرسیده از ما؟ گفته طول AC و BD را به کمک فیثاغورس محاسبه کنید و نشان دهید AC مساوی BD. شما به دو طریق میخوایم نشون بدیم که AD و AC و DB با هم برابرن. روش اولمون استفاده از قضیه فیثاغورس. اگر که به مثلث بچه فقط به مثلث ADB توجه کنید. من اینجا مشکیش کنم ببینید. به این مثلث توجه کنید. این مثلث قائم الزاویه است. طبق قضیه فیثاغورس داشتیم اندازه یک ضلع قائمه به توان 2 به علاوه اون یکی ضلع قائمه به توان 2 می شود وتر به توان 2. خب من اینجا رو اندازه DB رو ندارم، اسمشو میذارم X. اگه بخوایم رابطه فیثاغورس رو تو مثلث ADB همین که مشی کردم بنویسیم، داریم 6 به توان 2 به علاوه x به توان 2 مساوی است با وترمون چقدره؟ 10 به توان 2. بنابراین 6 به توان 2 که میشه 36. x به توان 2 رو ندارم، 10 به توان 2 هم میشه 100. در نتیجه x به توان 2 رو تنها کنیم، x به توان 2 مساوی است با 100 سر جاش بمونه، 36 بره اون طرف تساوی بشه منهای 36. بنابراین x به توان 2 مساوی است با 100 منهای 36 میشه 64. از دو طرف جذر میگیرم. بنابراین جذر 64 هم میشه 8 دیگه. x هم میشه 8. یعنی اندازه DB ما شد 8. من اینجا بنویسم DB مساوی است با 8. حالا من اینو پاک میکنم، شکل کمی خلوت میکنم که اندازه CR هم به دست بیارم. اگر که ما تو مثلث ACB دقت کنید، من قرمزش میکنم بیشتر به چشمتون بیاد. میخوام که این مثلثی که قرمز کردم یعنی مثلث ACB هم رابطه فیثاغورس رو بنویسم. خب ما اندازه AC رو نمیدونیم، اسمش رو میذارم X. طبق قضیه فیثاغورس اندازه یک ضلع قائمه اینجا به ما داده بود 6 دیگه. اندازه ضلع قائمه به توان 2 به علاوه اون یکی ضلع قائممون که نداریمش به توان 2 میشود وتر به توان 2. بنویسم 6 به توان 2 به علاوه x به توان 2 مساوی است با 10 به توان 2. دقیقاً همون رابطه فیثاغورس به دست اومدش. بنابراین مثل قبلی x ما به دست میاد 8. بنابراین اندازه AC هم مساوی میشه با 8. پس چی شد بچه ها؟ DB و AC با هم دیگه برابرن. هر دوتاشون 8. این یک روش. روش دوم ما این هستش که ثابت کنیم مثلث هایی که الان بهتون نشون میدم با هم نوشتن. من اینجا خلوت کنم که بهتر ببینید. بچه اگه ثابت کنیم مثلث ADB، من آبیش کنم که ببینیدش. ADB با مثلث ACB هم نشته. مثلث ACB رو هم قرمز میکنم که ببینید. هم نهشتن. اگه ثابت کنیم مثلث آبی و مثلث قرمز با هم نهشتن،
اون وقت ضلع های نظیرشون یعنی ضلع DB و ضلع CA هم با هم برابر. بریم ببینیم چیا میدونیم توی این مثلث که با هم برابرن. بچه ما میدونیم که زاویه D و زاویه C دوتاشون 90 درجه. پس از رابطه همنهشتی مثلث های قائم الزاویه میتونیم استفاده کنیم. ما توی مسئله به ما گفته AD و CB با هم دیگه برابر، دوتاشون 6. پس می نویسم AD مساوی است با CB. دوتاشون خود مسئله به ما گفته 6. وتر این دوتا مثلث، وتر مثلث آبیه یعنی ضلع AB. وتر مثلث قرمزم ضلع AB. خب پس وترهاشون مشترک هم و با هم دیگه برابرن. پس AB مساوی AB مشترک، یک ضلع مشترک تو این دوتا مثلث. وترهاشون به علاوه یه ضلع به حالت وتر و یک ضلع. مثلث آبی رنگ من یعنی ADB هم نهشت است با مثلث قرمز رنگ من یعنی ACB. چون این دوتا مثلث هم نهشتن بنابراین اضلاع نظیرشون یعنی ضلع DB و ضلع CA هم با هم برابره. پس به دو طریق، یه بار به کمک فیثاغورس اندازه های این دوتا ضلع به دست آوردیم، یه بارم از طریق اثبات کردن هم نهشتی مثلث ثابت کردیم که CA و DB با هم دیگه برابر هستن.